بررسی موضوع قزاقستان را ادامه می‌دهیم. تحولات اخیر قزاقستان از نظر نخستین بار سفربر شدن نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای آرام کردن وضع در این کشور عضو به سابقه بوده است. تحلیلگران بی‌طرف که تحولات بسیار با سرعت تغییر یابنده قزاقستان را نظارت می‌کنند می‌گویند انتقال نیروها پیام روشن دیگری هم دارد. همکارم خیرمان بقازاده که حالا در استودیو است با اندیشه های تحلیلگران ما را شناس میکند. بفرمایید. بحران سیاسی قزاقستان که از نارضایت اجتماعی مردم از بالاروی یکباره نرخ مواد سوخت شروع شده به اعتراضهای سیاسی تبدیل گردید، از بسیار جهتش در تاریخ 30 ساله استقلالیت این کشور به سابقه می باشد. بسیار تحلیلگرانی که به این حادثه ها بها می دهند به همین اندیشند که با همین عهد نورسلطان نظربایف 81 ساله رئیس جمهوری اولین ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی، شخصی که بعد 30 سال ریاست جمهوری تا هفته پیش بلندترین رهبر این کشور دانسته می شد، به آخر رسید. ولی آنچه که برای بسیاری ها غیر منتظره شدین شیوه حل این بحران یا برخورد پرزیدنت قاسم جمعت توقیف جایگزین نظربایف در مقام پرزیدنتی از سال 2019 با این شرایط بحرانی بود. در پس منظر اظهارات بسیار زید و نقیص، اتهامات مثل اینکه 20,000 تروریست و بندیت حمله کرده است، تا حال این ادعا به دلیل است. توقیف به قزاقستان از بیرون نیرو وارد کرد. بیش از 3,000 سرباز سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از جمله از تاجیکستان اولین بار برای حمایت از حکومت کشوری عضو به این کشور سفربر شدند. بسیار تحلیلگران میگویند محض همین وسیله مقابله با آشوب و نارضایت‌های داخلی، یعنی با مردم خود، به رهبران دیگری خودکامه هم شانس می‌دهد که از همین راه قدرت خود را حمایت و رژیم خود را مستحکم کنند. ولی جانبداران این تصمیم میگویند که از نظر آیین‌ناموی یا قانونی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی چنین حق را دارد. بله دارد شهلا، ولی ویژگی این وضعیت در آن است که دلیل حمله گروه‌های تروریستی خارج از قلمرو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تا حال پیشکش نشده است. توقیف البته در جلسه دیروزه رهبران این سازمان گفت که حتما شهادت گفته‌هایش را پیشکش می‌کند. به اندیشه تحلیلگرانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند، در اصل در پشت صحنه واقعیت‌های دیگری روی می‌دهند که به پایداری کرسی توقیف ربط میگیرند. برخی میگویند نظربایف ظاهراً شدیداً بیمار است و احتمالاً روزهایش به شمار مانده است و طرفداران او در فکر از کرسی دور کردن توقیف شدند و توقیف که ضربه این تهدید را از مقامات قدرتی از جمله کمیته امنیتی ملی احساس کرد، به جز مراجعت به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و سازمان رسمی پیمان امنیتی دست جمعی چاره دیگری ندید. آیا چنین رنگ گرفتن کار چه پیامدهای داشته میتواند؟ بسیار صاحب نظران میگویند که پوتین که خود اینک 22 سال در سر قدرت است و حامی رژیم های خودکامه قلمرو سابق شوروی به حساب می رود، موقع سیاسی و اقتصادی قزاقستان را خیلی ویژه ارزیابی می کند و از آن استفاده خواهد کرد. هم از جهت ژئوپلیتیکی و هم ثروت های اقتصادی این کشور غنی از نفت و گاز، قزاقستان زیر نظر توقیف یک حکومت بیشتر رو به مسکو خواهد شد. احتمالاً تغییرات در تقسیم بازار نفت و گاز این کشور به منفعت شرکت‌های روسی هم صورت گیرد. ولی چند تحلیلگر غربی به رادیوی آزادی میگویند حتی هم در آینده اگر دیگر رهبران برای سرکوب اعتراضهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشورهای خود از عین چنین شیوه کار گیرند، پیش راه مردم ناراضی را گرفتن نمیتوانند. اعتراضهای قزاقستان بدون پیشوا یا رهبران مشخص سر زدند، خودجوش بودند و این به آن معناست که در آینده هم میتوانند روی دهند. به خاطر راه ندادن به چنین حال، طور برخی ساکنان قزاقستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند حکومت باید بعد این بیشتر به حرف و گپ مردم گوش دهند، از مردم فاصله نگیرند. بله، تشکر برای صحبت فراگیر.